اداره ملی احصایه و معلومات روند توزیع تذکره الکترونیکی را برای تمام کارمندان دولتی در سطح کشور آغاز نموده است که این روند به اساس فیصله کابینه صورت گرفته. 75 اداره دولتی را در کابل به مدت 1 ماه تحت پوشش قرار میده و تمام همکارای ما که در ولایات هستند برای اونا 2 ماه مدت زمان تعیین گردیده است. تمام کارمندان دولت می توانند با مراجعه به وبسایت تذکره الکترونیکی فرمای آنلاین خود خانه‌پوری کنند. بعد از خانه‌پوری از اینا تیم‌های سیار ما به تمام ادارات دولتی فرستاده میشه و پروسه بایومتریکی از اینا یا پروسه ثبت نام بایومتریکی از اینا عملا در خود ادارات صورت میگیره. همکاران ما در ولایات میتونند به مراکز توزیع تذکره الکترونیکی ما مراجعه کنند.